سرنوشت تاجیکان را در درازای تاریخ با امتحان‌های سخت و سنگین روبرو کرده است. حمله‌های اجنبیان به این سرزمین باعث گردید که مدت تاجیکان از دولتداری محروم گردیده باشند، اما هیچگاه فرهنگ و خرد ازلی خود را از دست ندادند. برعکس آن اشغالگران مجبور بودند در نزد فرهنگ قدیمه و بای و غنی ملت تمدن‌آفر سر فرو دارند. این است که اگر حکومت سیاسی تاجیکان گاه‌ها از دست رفته باشد هم، ولی حکومت معنوی آنها دائما پابرجا بود و این باعث گردید که تاجیکان همیشه چون ملتی سربلند در تاریخ باقی مانند. پس از هزاران سال دولتداری مستقل تاجیکان یعنی سامانیان، تاریخ بار دیگر برای این ملت پیک آزادی آورد و در انتهای عصر 20 برای تأسیس دولت مستقل یعنی تاجیکستان صاحب استقلال امکانیت فراهم آمد. تاجیکان که این شرف را 100 ساله ها انتظار بودند، از دل و جان پی اعمار دولتداری نوین خود کمر بستند، اما در نتیجه عملهای اغواگرانه دشمنان ملت این میوه شهدبار با نام استقلالیت را از اولین روزهای آغاز هستیش خطری افتیدن از باد جنگ تحمیلی شهروندی تهدید می‌نمود. در زمانی که تاجیکستان به گرداب جنگ تحمیلی گرفتار بود و پایه‌های دولتداری سست و فلج شده بودند، عملاً بی‌قانونیتی در کشور فعال بوده، جامعه تاجیکستان پریشان. سنگرهای ساخته شده از جانب دشمنان ملت مرحله به مرحله استقلالیت تاجیکستان را زیر خطر برده، مردم ناآگاه و نابودی این دولت جوان به قول تلاش می‌کردند. زود تغییر یافتن رهبریت عالی دولت امکان نمیداد که متحدی را در بین مردم با وجود آورند. در نهایت خرد ازلی این ملت تمدن آفر غالب آمد و قرار در خصوص پیدا نمودن راه حل به این ناآرامی ها گروه از سیاستمداران و اهل فرهنگ و ضیا را تحریک داد و آنها برگزاری اجلاسیه نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان را طلب نمودند. واقعا در تاریخ دولتداری نوین تاجیکان اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان مقام و نقش خاصه دارد. پیش از همه این نقش و این مقام با آن علاقمند کرده می شود که محض توسط همین اجلاسیه یک گردش بزرگ به جانب سازندگی آغاز گردید. اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان توانست که خصوصیت روندهای سیاسی را در جامعه به کلی تغییر دهد. یعنی آن نقطه محوری گشت که فلج منبع حکومت دولتی را باز داشت. یعنی محض در اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان حاکمیت قانونی برقرار، نظام سیاسی معین، فعالیت منبع مقامات حاکمیت دولتی تامین و در همین گوییم که اجلاسیه زمینه گذاشته شد برای گسترش منبع روندهای سازندگی در جامعه تاجیکستان. برگزاری این اجلاسیه در دل مردم ناامید گشته در سرنوشت کشوری ما، در سرنوشت دولتی پیش پا خورده ما یک نقش بسیار مهم بازید و ما را از ورطه ناامیدی این اجلاسیه نجات داد. این اجلاسیه با آن خاطر تقدیر ساز است که تقدیر ملت تاجیک، تقدیر وطن تاجیک و تقدیر تاجیکستان عزیز را حل کرد و ملتی در عرفی پراکنده شوی قرار داشته دولتی پشت خورده ایستاده را برقرار کرد و به مردم ناامید امید بخشید، امید به فردای نیک و قرارهای قبول کرده این اجلاسیه تاریخی هستند. واقعا هم برای ملت تاجیک، برای تحکیم دولتداری ملت تاجیک و برای تحکیم استقلالیت سیاسی ملت تاجیک نقش مهم بازیدند. شرایط برگزاری این اجلاسیه بسیار مشکل بود، چون که ما در یک حالت ناامیدی قرار داشتیم و خوشبختانه در همین اجلاسیه روشنی بر ظلمات، خیرات بر جهالت بالا گرفت و مردم تاجیک به همین اجلاسیه با امید نگریستند و شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در آن شرایط یگانه شاخی حاکمیت که در اساس قانون فعالیت میکرد قرارهای درست قبول کرد
و در همین اجلاسیه سرنوشت دولت لجام دولت داری به عهده یک فرزند فرزانه ملت محترم امام علی رحمان واگذار کردید. در آن شرایطی که مردم تاجیک را ناامیدی فرا گرفته بود، یک جوان 40 ساله سرنوشت دولت را به دست خود گرفت. خیلی کم کسان بودند که در آن روزگار باور میکردند که این جوان میتواند دولت را، ملت را، وطن را نجات دهد، استقلالیت دولت را حفظ کنند و خوشبختانه انا همین جوان توانست. این اجلاسیه به سبب اجلاسیه تقدیرساز نام نگرفته است، چون که از همین اجلاسیه آغاز دولت سازی، ساختن دولت ارمانی ملت ما، دولت ملی آغاز می یابد از همین اجلاسیه. دیگر اینکه اجلاسیه در یک وضع جمع آمد که دیگر در مرز جمهوری تاجیکستان به مانند شورای عالی همه خیلی یک نهاد وکالتدار دولتی وجود نداشت، دیگر همه فلج شدگی بود و با سبب آنه که دوشنبه شهر تینج نبود، 13 تا گروه های مخالفی یکدیگر در دوشنبه عمل میکردند، امنیت کسی در شهر تامین نبود، برای همین انتخاب کردند مرکز ولایت سوخت شهر خوجند و همونجا 16 نوامبر اجلاسیه 16 شورای عالی با کار خود شروع کرد. باید گفت که این اجلاسیه در روزنامه مسئله هایی را داشت که در حقیقت به ساختمان دولت ملی آغاز میبخشید. من ببینید در همون روزنامه از اول سر می شود از سر نو ساختن نهادهای دولتی فلج شده، تشکیل کردن ارتش ملی، متحد و اتفاق نبودند، هم خیلی پراکندگی بود و عموما یک خطر بسیار بزرگی نابود شوی دولت
و از بین رفتنی یکپارچگی جمهوری تاجیکستان تهدید میکرد. بینید تقدیری دولت حل میشد. در همین وضعیت امام علی رحمان وقتی که باید در اجلاسیه 16 شورای عالی به صفت رئیس شورای عالی انتخاب کردن، رئیس شورای عالی سرور دولت حساب میشد و به همین سمت امام علی رحمان توانست که تمام تاجیکستان در اساس قرار و سندهای قبول کرده اجلاسیه 16 شورای عالی متحد سازد. این البته کاری یک روزه نبود، مهلت زیادی را طلب میکرد، ماه‌ها و سالها را طلب میکرد. اما همون هیئتی که من وکیلانه در نظر دارم به اجلاسیه 16 دعوت شده بودند، خود پرزیدنت محترم مملکت ما چندین بار در برآمدهایش این اندیشه را تاکید گفته بودند که وکیلان این اجلاسیه همین تقدیر دولت احساس کردند که در خطر است، متحد شدند، همراه شدند و قرارهایی که در این اجلاسیه قبول شد تقدیری من بعده دولت ما را، دولت سازی ملی ما را حل کرد. ما میدانیم که در اداره کنی دو نمود اداره کنی را جدا میکنند. یکم اداره کنی که به خیرات اساس یافته است و دوم اداره کنی که به زوری اساس یافته است. و موفقیت محترم امام علی رحمان هم در همان است که در شرایط بسیار مرکب موجودیت اختلافات از زوری گویا که استفاده نبرده، بلکه به اداره کنی به خیرات اساس یافته رو آوردن و پیش از همه نتیجه همین اداره کنی به خیرات اساس یافته بود که انسان همچون یک گوییم که سرمایه اساسی جامعه در محور سیاست دولت هنوز در همون شرایط های وزنی قرار گرفت. ما میدانیم که از نتیجه های اجلاسیه 16 هم میدانیم که در روند آن 74 سند قبول کرده شده بود. اکثریت آنها سندهای بودند که به تحکیم زمینه های ثبات، امنیت، وحدت، تشکیل شرایط، تشکیل اعتماد و باوری در جامعه، برگردانیدن گریزگان، عفو اشتراکچیان مقاومت های سیاسی و عموما تمام اون شوراهایی که بودند اکثریت کلی آنها با آن نگرانیده شده بودند که مردم تاجیکی در دولت خود برای در شرایط امن و آسایشته زندگی کردن اعتماد پیدا کنند و این اعتماد به خوبی پیشوای معظم ملت درک میکردند که این اعتماد یک اساس، یک پایداری مستحکم میتواند که برای بپرگی از بحران سیاسی و اقتصادی و اجتماعی برآوردن جامعه گردد. در حقیقت به میدان آمدن امام علی رحمان پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت ملی در این اجلاسیه صحیفه نوترین و یا یک رخداد مهم به حساب می رفت که توانست در بنیاد دولتداری ملی نوین تاجیکان اساس گذاشته تواند و این راه یا اینکه این ورطه‌ای که خلق تاجیک تا این زمان جستجو داشت محض با پیدا نمودن فرزند سرسپرده خود امام علی رحمان توانست که یک روشنایی را برای فردا، برای آینده صاحب شود. البته دولتداری ملی ما بعد از 1000 سال تنها در زمان استقلالیت دست داده بود، اما متاسفانه نیروهای بدخواه، دشمنان داخلی و خارجی این استقلالیت ما را دیده نمی توانستند و به میان آمدن جنگ شهروندی، جنگ داخلی یک عامل بود که باید دولتداری ملی ما را برهم میزد. اساس و محک همه این نقشه ها و لایحه هایی که همچون یک سیاست تحمیلی در جمهوری ما وجود داشت، این برهم زدن همین تحکیم دولتداری ملی ما بود. اما خوشبختانه ایستادگری، قهرمانی، متانت، دلیری و شجاعت فرزند قهرمان خلق پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بود که این دولتداری ملی